چین یکی از بزرگترین و عجیبترین کشورهای دنیاست. کشوری که بیش از 1 میلیارد جمعیت داره. اما با این همه اندازه و پیشرفت هنوز هم رازهای زیادی داخلش پنهان شده. در چین جاهایی وجود داره که مردم عادی هیچ وقت نمیتونن داخلش برن. جاهایی که روی نقشه نیستن. جاهایی که ورود بهشون ممنوعه. و حتی بعضی چینی‌ها هم نمیدونن چنین جاهایی وجود داره. جاهایی که شاید هیچ وقت نتونیم از نزدیک ببینید. ولی امروز با کمک همین ویدیو همشون رو تحقیق میکنیم. شماره 1 شهر مخفی 404 یکی از ترسناکترین و مرموزترین نقاط چین شهر 404 است. بهش میگن شهر نامری. چرا؟ چون برای سالها روی هیچ نقشه‌ای وجود نداشت. این شهر وسط یک بیابان بزرگ ساخته شده. ساختمان‌ها، خیابون‌ها، کارخانه‌ها، همه چیز آماده بوده اما هیچ اطلاعاتی ازش منتشر نشده. میگن این شهر مرکز تحقیقات هسته‌ای چین بوده. دانشمندها و خانواده‌هاشون اونجا زندگی می‌کردن و کاملا جدا از باقی مردم. ورود بهش ممنوعه. حتی اگه چینی باشی هم نمیتونی راحت بری داخل. باید مجوز خیلی خاصی داشته باشی. از عکس‌های ماهواره معلومه که شهر مثل یک شهر مرده شده. ساکت، متروکه و پر از ساختمان‌های خالی. بعضی‌ها میگن هنوز هم داخلش فعالیت‌های مخفی انجام میشه. ولی هیچ کس مطمئن نیست. شماره 2 شهرهای شبه. چین تعداد زیادی شهر شبه داره. شهرهایی که کامل ساخته شدن اما تقریباً هیچ کس داخلشون زندگی نمی‌کنه. تصور کن برج‌های بلند، خیابون‌های پهن، پارک‌های بزرگ، مراکز خرید، اما همه خالی. مشهورترینشون اردس هست. این شهر برای 1 میلیون نفر ساخته شده ولی شاید فقط چند هزار نفر داخل زندگی میکنن. شب‌ها خیلی ترسناک داره. هیچ چراغی روشن نیست، هیچ ماشینی نمیگذره، هیچ صدایی نمیاد. مثل یک شهر دور افتاده. دلیلش چیه؟ چین شهر رو قبل از مردم میسازه. یعنی اول شهر بعد آدم. ولی خیلی از این شهرها سالهاست خالی مونده. این سکوت خالی بودن شهرهای شبه چین رو تبدیل کرده به یکی از ترسناکترین نقاط دنیا. شماره 3 پکن زیرزمینی. زیر پکن پایتخت چین. یک دنیای پنهان وجود داره، یک شهر کامل در زیرزمین. این شهر زیرزمینی در زمان جنگ سرد ساخته شده. کنار تونل‌ها، اتاق‌ها، انبارهای غذا، پناهگاه‌ها. گفته میشه تا چند میلیون نفر میتونستن داخل زندگی کنن. بعضی‌ها میگن تونل‌ها اینقدر زیادن که میشه باهاش از یک سمت شهر به سمت دیگه رفت بدون اینکه کسی بفهمه. سالها پیش کمی از این تونل‌ها برای گردشگرا باز کردن اما بعد از مدتی دوباره همشو بستن. هیچ کس نقشه کاملش رو نداره. هیچ کس نمیدونه دقیقاً چی داخلش هست. به همین خاطر تبدیل شده به یک مکان کاملا ترسناک و ناشناخته. شماره 4 جزایر نظامی چین. چین در دریای چین جنوبی کاری کرده که خیلی‌ها رو ترسون. چین اومده و جزایر مصنوعی ساخته. یعنی این جزایر واقعی نبودن. چین‌ها با شن و ماسه از کف دریا جزایر ساخته. ولی چرا؟ چون الان این جزایر تبدیل شدن به پایگاه نظامی. باند فرودگاه داره، رادار داره، ساختمان‌های نظامی داره و ورود مردم کاملا ممنوع. تصاویر ماهواره‌ای نشون میده که این جزایر هر سال بزرگتر میشن. بعضیا میگن چین زیر آب هم ساخت‌وساز مخفی انجام میده. این جزایر یکی از خطرناکترین و پنهانترین پروژه‌های چین هستند. شماره 5 سیستم چهره‌خوانی چین. چین یکی از قوی‌ترین سیستم‌های نظامی دنیا رو داره. بیش از 700 میلیون دوربین تو کشور نصب شده. ولی این دوربین‌ها فقط فیلم نمیگیرن. میتونن سن، جنسیت، حالت چهره و حتی احساسات رو تشخیص بدن. میفهمن تو ناراحتی، عصبی هستی یا استرس داری. ظاهر شبیه فیلم‌های علمیه ولی تو چین کاملا واقعیه. این سیستم در فرودگاه‌ها، قطارها و فروشگاه‌ها و حتی مدرسه‌ها استفاده میشه. این سطح از کنترل و نظارت باعث شده چین یکی از مرموزترین کشورهای دنیا به نظر برسه. شماره 6 کوه‌های قرمز ممنوعه. در منطقه ژانگی چین کوه‌های وجود داره که بهش میگن کوه‌های رنگی کمانی، اما بخش‌های از این منطقه کاملا ممنوعه. گفته میشه در بعضی قسمت‌ها ارتش چین پایگاه مخفی داره. هیچ گردشگری اجازه ورود نداره. هیچ عکسی از نزدیک منتشر نمیشه. رنگ و شکل عجیب کوه‌ها همراه با ممنوعیت ورود این منطقه رو تبدیل کرده به یکی از رازآلودترین نقاط چین.
شماره 7. روستاهای گمشده چین. چین 100 تا روستا داره که بهش میگن روستاهای گمشده. روستاهایی که یک روز شلوغ بودن اما حالا خالی و متروکه شدن. بعضی‌ها به خاطر نقل مکان مردم خالی شدن. بعضی‌ها به خاطر ساخت سد یا پروژه‌های دولتی و بعضی‌ها دلیلشون مشخص نیست. این روستاها حالا پر از خانه‌های خالی و مسیرهای تاریک شده. شب‌ها کاملا ترسناک میشن. انگار زمان داخلشون توقف کرده. و پایان قسمت. چین کشوری که با وجود پیشرفت‌های بزرگ هنوز هم جاهایی در خودش داره که از دید دنیا پنهان مونده. از شهرهای شبه گرفته تا شهرهای زیرزمین تا جزایر نظامی و روستاهای گم شده. این رازها باعث شده چین همیشه مرموز و عجیب به نظر برسه. و لایک و سابسکرایب یادتون نره و حتما بگید دفعه بعد سراغ چه کشوری بریم.